خوابالو پاشو. مرقس باب 13 آیه 31 برای همه خوابالوهای عزیز در کلیسا. آسمان و زمین زائل می شود، اما کلمات من هرگز زائل نشود. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر. پس برحذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که زمان آن کی می باشد. مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذار و خادمان خود را قدرت داده هر یکی را به کاری خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید که در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خوابیده یابد. اما آنچه به شما میگویم به همه میگویم، بیدار باشید. آمین. من آمین میگم به هر کلمه‌ای که الان توی این آیات خوند. آمین. خدا رو شکر برای پس بیدار باشید، برای برحذر و بیدار شده دعا کنید. من آمین میگم. به آسمان و زمین زائل می شود، اما کلمات من هرگز زائل نمی شود. من آمین میگم. خدا رو شکر برای کلمات و کلامی که خوندیم، برای آیه هایی که خوندیم. مرقس باب 13 از آیه 31 خوندیم تا 37. خوابالو پاشو. اونقدری که به نظر میرسه جالب و خنده داره، اما اصلاً جالب و خنده دار نیست. اونقدری که ممکنه به خاطر این عنوان، به خاطر این تیتر بخندیم، اما اگر عمیق بشیم اصلاً خنده دار نیست. خوابالو پاشو. دوباره بخونیم از آیه 31. آسمان و زمین زائل می شود، اما کلمات من هرگز زائل نشود. کی داره اینو میگه؟ عیسی مسیح. درباره کدوم کلمات داره حرف میزنه؟ این کلمات. این کلام خداست که خدا به دقت از دستان 40 مرد استفاده کرد. این کلام روح القدسه که به دست 40 مرد نوشته شد و از این کلام محافظت شد و کلمه به کلمش حفظ شد تا رسید به دست ما. به در و تخته این ساختمون نگاه کنید، پودر میشه. شما امروز دور و برتون هیچ چیزی رو نمیتونید ببینید که نابود نشه. هیچ چی نمیتونی به من اشاره کنی بگی پستور یاسین این نابود نمیشه. هیچی. همه چیز نابود میشه. خدا تاریخ انقضا برای همه چیز قرار داد و خدا رو شکر برای نقطه پایانی که خدا برای این دنیا گذاشت. فقط یه چیز رو میتونی بهم نشون بدی که اگه آسمون بیاد زمین، همه چیز پودر بشه و داغون بشه، اون یه چیز باقی میمونه. این چیه؟ این کلام. این کلام نابود شدنی نیست. زور هیچ کس به این کلام تا حالا نرسیده. از این به بعد هم نمیرسه. این کلام از طبقه 3 آسمان آمده، نه از طبقه 2 آسمان. این کلام الله نیست. کلام شیطان نیست. این کلام یهوه، خدای زنده، خدای اسرائیل. این کلام تا به ابد پابرجاست. نقطه. هللویا. ولی آسمان و زمین کی زائل میشن؟ کی نابود میشن؟ در بازگشت مسیح در جنگ آرماگدون خدا لعنت رو از این زمین بر میداره و 1000 سال روی زمین حکومت میکنه و ما هم با مسیح حکومت خواهیم کرد. و پس از 1000 تخت داوری عظیم خواهد بود که بعد از اون زمین و آسمان نابود میشه و خدا یکی جدید میسازه. میدونیم بازگشت مسیح کیه؟
میدونیم ربایش کلیسا کیه؟ میدونیم آرماگدون کی انجام میشه؟ تو آیه 32 بخونیم. عیسی میگه ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد و نه فرشتگان در آسمان و نه پسر. پس تا اینجا فهمیدیم هیچ کس نمیدونه. تا اینجا اینو فهمیدیم. وظیفه ما چیه؟ آیه 33 پس برحذر و بیدار شده. برحذر و بیدار شده. برحذر میدونید یعنی چی؟ هوشیار. یعنی هوشیار و بیدار شده. دعا کنید زیرا نمیدانید که زمان آن کی می باشد. حالا از آیه 34 بهمون مثالی میده. مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یکی را به کاری خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. میفهمیم تو آیه 34 این مثل یعنی چی؟ این خانه اسمش چیه؟ کی بلده؟ خانه اسمش چیه؟ کلیسا. چه کسی این خانه را واگذارد؟ خدا. به کی داد؟ به خادمان. بخونیم دوباره آیه 34 مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده. به این کلمه قدرت دقت کردی؟ به چه کسی قدرت داد؟ به همسایه؟ یا نه به خادمان خانه قدرت داد. و خادمان خود را قدرت داده هر یکی را به کاری خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. بیدار بماند. آیه 35 پس بیدار باشید زیرا نمیدانید که در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. بارها خوندیم در اناجیل از 4 پاس شب حرف میزنه. 4 تا پاس داره هر شب و هر پاس 3 ساعته. یاد گرفتیم قبلا. پاس اول 6 غروب تا 9 شب. پاس دوم 9 تا 12. پاس سوم 12 تا 3 و پاس چهارم که تاریکی به غلیظترین نقطه خودش میرسه 3 تا 6 که بعدش هم صبح میشه. میگه نمیدانید در کدوم پاس شب صاحب خانه میاد. آیه 36 با چی شروع میشه اولین کلمه‌اش؟ مبادا. کی داره میگه مبادا؟ خدا داره میگه مبادا. دیدیم مثلا بچه بودیم میگفتن نکنه این کارو بکنی، اگه ببینمت پدرتو در میاره. حالا بزرگترمون میگفتن. میدونی چی شد؟ آخرش کتکی خوردیم و تمام شد دیگه. بزرگ شدیم بالاخره. الان یادمون نمونده که چه مباداهایی بهمون گفتن. این از اون مباداها نیست که مثلا حالا یه نیشگونی به یه جامون بگیرن و بگذره و بره. خدا داره میگه مبادا. مبادا ناگهان آمده شما را خوابیده یابد. یه سوال دارم. این مبادای اولش به اندازه کافی قوی نیست که دیگه بعدش خوابمون نبره؟ خوابالو، پاشو، بیدار شو. وقت بیدار شدنه. اونی هم که میگه این کلام 2000 سال پیش نوشته شده، مال 2026 که نیست که. دیدین که از این اراجیف همه میگن؟ این که الان قرن اول میلادی نیست که. خوابالو، پاشو. آیه 37 میگه اما آنچه به شما میگویم، عیسی به شاگردانش داشت میگفت، به همه میگویم. یعنی این تو عیسی مسیح از 2000 سال پیش با یاسین داره حرف میزنه. اما آنچه به شما میگویم به همه میگویم. چه میگوید؟ به همه میگویم. 2 نقطه. چی میگوید؟ بیدار باشید. بیدار باشید. کافی نیست؟ مباداش کافی نیست؟ لحن دستوریش کافی نیست؟ تعیین تکلیفش کافی نیست؟ خالق داره با مخلوق حرف میزنه. دستور داره میده. حالا تو هی بگیر بخواب. و میدونید که این درباره خواب فیزیکی حرف نمیزنه. میدونیم، درسته؟ امروز قراره بیشتر یاد بگیریم. امروز قراره خیلی بیشتر یاد بگیریم. لطفاً بریم آیه
مرقس باب 14 رو باز کنیم، یعنی باب بعدی، از آیه 32 بخونیم. مرقس 14 باب بعدی از آیه 32 بخونیم. میدونیم این کجاست؟ این دقیقاً بعد از شام آخره، همون شب شام آخر، پس از شام، قبل از دستگیری، دیشب صلیب، یعنی فردای اینایی که الان میخوایم بخونیم صلیبه. این بعد از شام، قبل از دستگیری که عیسی مسیح با شاگردانش رفت در باغی به اسم جتسیمانی، که در باغ جتسیمانی به شاگردانش گفت 1 ساعت با من بیدار بمونید، با هم دعا کنید. مرقس 14:32 و چون به مکانی که جتسیمانی نام داشت رسیدند، به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا دعا کنم. و پتروس و یعقوب و یوحنا را همراه برداشته مضطرب و دلتنگ گردید و به ایشان گفت جان من از غم نزدیک بر مرگ شد، اینجا بمانید و بیدار باشید. دستتون رو همین مرقس 14 نگه دارید. برگردیم مرقس 13 آیه‌ای که داشتیم میخوندیم. آیه 33. فهمیدیم کلمه برحذر یعنی هوشیار. پس هوشیار و بیدار شده ویرگول چه کار کنید؟ دعا کنید. دعا کنید. نه که بیدار باشید پای سریال ترکی یا سریال کره یا سریال برزیلی وقت بگذرونید. میگه بیدار باشید، دعا کنید. دعا کنید. حالا برگردیم مرقس 14 آیه 34. مرقس 14:34 و به ایشان گفت جان من از غم نزدیک بر مرگ شد، اینجا بمانید و بیدار باشید. تو آیه 32 آخرش چی گفت؟ در اینجا بنشینید تا دعا کنم. حالا ادامه میدیم. آیه 35 و قدری پیشتر رفته به روی بر زمین افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد. پس گفت یا ابا، پدر، همه چیز نزد تو ممکن است، این جام را از من بگذران، اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو. پس چون آمد ایشان را در خواب دیده، پتروس را گفت ای شمعون، در خواب هستی؟ آیا نمی توانستی 1 ساعت بیدار باشی؟ بیدار باشید و دعا کنید. آیه 38 مستقیم وصل میشه به باب قبلی، مرقس 13:33. مرقس 13:33 پس هوشیار و بیدار شده دعا کنید. مرقس 14:38 بیدار باشید و دعا کنید. چرا؟ به نظرت چرا باید بیدار باشیم و دعا کنیم؟ خودش نوشته. هیچ تفسیری نیاز نداره. خود این کلام خودش رو برای ما باز و مکاشفه میکنه. چرا باید بیدار باشم و دعا کنم؟ بیاید ادامه بدیم بخونیم. تا در آزمایش نیفتید. تا در آزمایش نیفتید. روح در واقع آماده است اما جسم ناتوان. آیه 39 و باز رفته به همان کلام دعا نمود و نیز برگشته ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود و ندانستند چه جوابی به او بدهند. و شاگردان ندانستند چه جوابی به او بدهند. چه جوابی من میخوام به خدا بدم؟ واقعا چی میخوام بگم؟ مباداشو شنیده، دستورش هم شنیده، دلیلش هم شنیده. بیدار باشید، دعا کنید. و ندانستند چه جوابی به او بدهند. آیه 41 و مرتبه سوم آمده به ایشان گفت بعدن بخوابید و استراحت کنید، کافی است. ساعت رسیده است، اینک پسر انسان به دستهای گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم که اکنون تسلیم کننده من نزدیک شد. عیسی مسیح چرا به حال مرگ افتاده بود؟
چرا مضطرب و دلتنگ شده بود؟ میدونیم چرا؟ خداست، قادر مطلق، همه کار میتونه بکنه. خدا که مضطرب نمیشه. دلتنگ کی شده بود؟ دلتنگ چی شده بود؟ چرا دلتنگ شده بود؟ مگه قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ مگه عیسی از آسمان میخواست بیاد زمین که تو طویله به دنیا بیاد؟ نمیدونست باید بره روی صلیب؟ سورپرایز شده بود که الان فهمیده بود میخوام بکشنش و ناراحت شده بود؟ میدونیم جوابشو؟ مربوط میشه به ایلی ایلی لما سبقتنی. ای پدر چرا مرا واگذاشتی؟ چون پدر آسمانی نمیتواند به گناه بنگرد و عیسی مسیح که گناهکار نیست، تنها انسانیه که گناهکار نیست. چرا؟ چون پدر زمینی نداره، ارث گناه بهش نرسید. وقتی رفت روی صلیب، گناه من بوگندو رفت روی عیسی و برای اولین و تنها دفعه پدر باید روشو میگردون و به پسر نگاه نمیکرد. عیسی میدونست اون لحظه رو قراره تجربه کنه. دلتنگ این شده بود چون میدونست به خاطر گناه من پدر ازش روگردون میشه. ایلی ایلی لما سبقتنی مربوط میشه به دلتنگی و اضطراب عیسی شب قبل از صلیب. اما هیچ کدوم اینا رو از شاگردانش انتظاری نداشت که برطرف کنه. بهشون چی گفت؟ 1 ساعت بیدار باشید، دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. من سوالم اینه، چند ساعت بعد از این عیسی دستگیر شد، حتی تو همین باغ دستگیرش کردن و بعد بردنش. چی شد؟ سر شاگردانش چه بلایی اومد؟ همه فرار کردن غیر از پتروس، اون که آزمایش اونا بود. پتروس هم وقتی رفت پای آتیش واساد 3 بار عیسی رو انکار کرد. فکر کنید چرا؟ جوابش احتمالا میتونه توی مرقس باب 14 آیه 38 باشه. بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. نظرتون چیه؟ میتونه جواب همینجا باشه؟ چون دستور خیلی واضحه، مبادا خوابت ببره، بیدار باش، با من دعا کن. بیدار باش. تا حالا کسی از خواب بیدار کرده؟ تا حالا کسی از خواب بیدارت کرده؟ تا حالا شده نفرت پیدا کنی از کسی که داره از خواب بیدارت میکنه و یا نفرت رو تو چش کسی ببینی که داری از خواب بیدارش میکنی؟ تا حالا فحش خوردی واسه اینکه کسی از خواب بیدار کنی؟ فکر کنم وضعیت زندگی برخی از ماست اینجا که اصلا دوست نداریم از خواب بیدار بشیم. من خودم خیلی واقعا خوابم سنگین، دوست ندارم از خواب بیدار شم. واسه همین من و سبا یه سیستمی با هم چیدیم که سبا پنجره رو وا میکنه، پرده رو وا میکنه، بعد آواز میخونه، میگه یاسین پاشو بیا سنجابا رو ببین، نگاه کن اومدن پای پنجره، ببین دارن فندق جمع میکنن، بیا گنجیشکا رو ببین. یعنی قشنگ منو میبره تو 5 سالگیم، انگار مامانم میخواست بیدارم کنه بفرستم مهد کودک. دقیقاً اون شکلی از خواب بیدارم میکنه. اون تا اون موقع احتمالاً حرف از آب پرتقال بود، الان سبا میگه پاشو چای بذارم برات، میگه پیرمرد چای میخورن. همه اینا میدونی من چیه؟ چون من دوست ندارم از خواب بیدار شم. چون اگه با صدای بلند از خواب بیدار بشم، اگه جدی منو از خواب بیدار کنه، خلقم تنگ میشه، خیلی عصبانی میشم، خیلی. چپ چپ به منم نگاه نکنید، منم همین کارا رو با سبا بکنم، سبا هم خیلی بد اخلاق میشه. این موضوع فقط موضوع پستور یاسین نیست، انسان دوست نداره از خواب بیدار شه. ولم کن، میخوام بخوابم بابا، دست سر مرد. چی میشه مگه حالا بذاری نیم ساعت بیشتر بخوابم؟ ولم کن. نگفتین اینا رو؟ یا نشنیدین اینا رو؟ چرا؟ من هم گفتم اینا رو، هم شنیدم اینا رو. به دل میگیریم کسی میخواد از خواب بیدارمون کنه؟ خدا رو شکر که خدا بهتون
یه پستور کچل داده، قبلا گفتم بازم میگم. میخوام از خواب بیدارت کنم، بهت بر میخوره، فدای سر کچلم که بهت بر میخوره. فدای سر کچلم که بهت بر میخوره. پاشو خوابالو، پاشو. خدا میگه بیدار باش. موضوع خیلی جدی. بریم رومیان باب 13 و میدونیم که اینا درباره خواب جسمانی حرف نمیزنه، چون میگه دعا کنید، بیدار باشید دعا کنید. پس خواب روحانی رو داره بهمون میگه، بیدار شو از خواب روحانی. رومیان باب 13. کلیسا از خواب بیدار شو. رومیان 13 آیه 11 و 12. و خصوصا چون وقت را میدانید که اکنون ساعت رسیده است. همون کلمات دوباره. دستون رو اینجا نگه دارید. برگردیم مرقس باب 14 که داشتیم میخوندیم الان. مرقس 14 چی داشتیم میخوندیم؟ آیه 41. مرقس 14 41. و مرتبه سوم آمده به ایشان گفت بعداً بخوابید و استراحت کنید، کافی است، ساعت رسیده است. 2000 سال پیش ساعت چی رسیده بود؟ وقت چی بود؟ تسلیم عیسی برای مردن بر گناهان ما. الان وقت چی داره میرسه؟ بازگشت مسیح. بره کارشو تموم کرد. این بار شیر داره میاد، شیر یهودا. برگردیم رومیان باب 13 از آیه 11 دوباره بخونیم، ببینیم همون کلمات رو دوباره داریم میخونیم یا نه. و خصوصا چون وقت را میدانید که اکنون ساعت رسیده است که ما بایستی از خواب بیدار شویم، که ما بایستی از خواب بیدار شویم. زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب سپری شد و روز نزدیک است. پس اعمال تاریکی را بیرون کرده زره نور را بپوشیم. زره نور را بپوشیم. آیه بعدی هم بخونیم، در بلوغ بخونیم اینو. و با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روز، نه در بزمها و میگساریها و فسق و فجور و جدال و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. میدونیم درباره چی داره حرف میزنه؟ هر چیزی که جسم ما رو میکشه به سمتش. یکی از اونا خوابه. واسه همین از اول میگه اصلا بیدار شو. کارهای روز رو باید انجام بدیم، نه کارهای شب رو. و بهتون اطمینان میدم این درباره خواب جسمانی حرف نمیزنه. خواب روحانی رو داره میگه که باید بیدار بشیم از خواب. بهش میگن ریوایول، یعنی بیداری روحانی. این آیه های بیداری روحانیه. تکرار میکنم، این آیه ها، همه آیه هایی که الان خوندیم، آیه های بیداری روحانیه. ریوایول، آیه های بیداری روحانی. ما باید از خواب بیدار بشیم. خوابالو، پاشو. عیسی داره بر میگرده. مبادا ما رو در خواب ببینه. بریم افسوسیان باب 5 آیه 14. افسوسیان 5 14. افسوسیان 5 14. بنابراین یعنی چی؟ یعنی یه عالمه حرف زده، الان میخواد به نتیجه برسه. همه اینها را که گفتم بنابراین. آیه های قبلش میتونید خودتون برید بخونید. درباره تاریکیه، درباره جادوگریه، درباره دستهای پشت پرده این دنیاست، درباره انواع و اقسام خاکستری و خاک بر سری در این دنیاست. آیه های قبلش. اما میگه بنابراین. افسوسیان 5 14. بنابراین میگوید ای تو که خوابیده ای، بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو بدرخشد. پس مراقب باشید که چگونه به دقت رفتار نبایید. آدم خوابیده به دقت رفتار میکنه. همون پهلویی که میخوابم همون پهلو پا میشم. مطمئنی؟
یا نه؟ یه تشک کامل شخم میزنی تا پاشی. سر ماه محصول میده اون تشک، اینقدر شخم زدی تا حالا همون پهلو که خوابیدی همون پهلو پا میشی. باش. نه، آدم خوابیده به دقت رفتار نمیکنه. آدم بیدار به دقت رفتار میکنه. پس مراقب باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون نادانان بلکه چون حکیمان، و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. این آیه ها مال 2000 سال پیشه ها. 2000 سال پیش این آیه ها داده شده. از 2000 سال پیش میگه این روزها شریر است. خب وضعیت از 2000 سال پیش بهتر شده یا بدتر شده؟ بذارید بهتون این مقدار اطلاعات بیشتر بدم. ما الان در دوران گذار هستیم. قبلا هم گفتم از 1945 به این ور یک ترانزیشن در حال انجامه. از فئودال به نئو فئودال و از فدرال به نئو فدرال داریم میریم. از هیومنیزم به ترانس هیومنیزم داریم میریم. ما توی این دوران ترانزیشن، دوران گذار هستیم. حقوق بشر داریم، لاودکیه داریم، خب قوانین ملی داریم، قوانین بین المللی داریم، دیپلماسی داریم، کشورهای دموکراتیک داریم که حقوق بشر رو خیلی میخوان رعایت بکنن. همه اینا رو داریم. وضعیت از 2000 سال پیش بهتر یا بدتر؟ هیچی عوض نشده. هیچی عوض نشده. با همه این لاودکی حقوق بشر هیچی عوض نشده. همون خاک بر سریا هنوزم هست. پس اگر 2000 سال پیش گفته این روزها روزهای شریر است در آیه 16 و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است، الان هم همان روز هاست. چون نظام جهان که عوض نشده، هنوزم که هنوزه اون دستهای قدرتهای تاریکی در جایهای آسمانی بر همه مردم زمین دارن حکومت میکنن و شیطان هنوز خدای این جهانه. قادر مطلق نیست، خالق نیست، ولی ادعای خدایی میکنه بر این جهان. چیزی عوض نشده. پس این روزها هم روزهای شریر است. ما در این روزهای شریر باید چه کار کنیم؟ خب خدا رو شکر که نیاز است دانشمند باشیم تا بفهمیم. خیلی ساده برامون نوشته. بخونیم آیه 15. پس مراقب باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون نادانان بلکه چون حکیمان. چیکار باید بکنیم در این روزهای شریر؟ به دقت رفتار کنیم. نادان احمق نباشیم، حکیم باشیم. اطلاعات بیشتر میخواید؟ میتونید برید امثال سلیمان رو باز کنید، باب 1 تا 7 رو بخونید. کامل بهتون میگه. احمق کیه؟ اونجا میتونید پیدا کنید. کارتون ساده کنم، اون آیه ها رو حتما برید بخونید. ولی بر اساس امثال سلیمان 3 گروه انسان وجود داره. انسان ساده، انسان حکیم، انسان احمق. انسان ساده، انسان حکیم، انسان احمق. میگی ساده کیه؟ ساده اونی که از شکم مامانش به دنیا اومد. هر کسی که وارد این دنیا شد ساده وارد شد. طرح‌ها مال بعدشه. چارخونه میشیم، راه میشیم، عجق وجق میشیم، گل منگولی میشیم، مال بعدشه. دنیا رومون ترچاپی میزنه بعدش. ولی هممون ساده به دنیا میایم. پس ساده مال هر کسی که وارد این دنیا شد. بعدش وقتی این کلام رو شنیدم و پذیرفتم، کلام خدا میگه تو حکیم شدی. چون این کلام حکمته. اگر رد کردم، اگر جدی نگرفتمش، این کلام میگه تو یک احمقی. همین. برید بخونید. اینا کلمات من نیست، کلام خداست. میگم اگه از من به دل میگیری فدای سرم، مهم نیست برام. ولی کلام خدا رو بخون، از کلام خدا یاد بگیریم هممون. افسوسیان باب 5 ادامه بدیم با هم. آیه 16 و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. از این جهت بیفهم مباشید بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. اراده خداوند چیست؟ نجات انسان، بعدش پیروی از عیسی، بعدش شاگردی. اینا اراده خداست. یاد گرفتیم در کلام خدا اینا کامل واضح و مشخصه. تو کدوم مرحله ای؟ نجات رو دریافت نکردی؟ آمین که بپذیری. با شنیدن پیام انجیل و پذیرشش اینجا همون لحظه نجات رو دریافت میکنی. خب نجات رو دریافت کردم،
مرحله بعدی اراده خدا برای زندگی تو چیه؟ پیروی از عیسی. از کجا شروع میشه؟ تعمید. بعدش خب نجات رو دریافت کردم، تعمیدم گرفتم، دیگه باید چیکار کنم؟ کلیسا بازی؟ ممنوع کلیسا بازی. 100% غلطه کلیسا بازی. کلیسا بازی نه. کلیسا بازی نیست. حکمت گوناگون خدا رو ما تو کلیسا یاد میگیریم. ما تو کلیسا یاد میگیریم امروز چه خبره، یاد میگیریم هفته بعد چه خبره، یاد میگیریم تا آخرش قراره چی بشه. افسوسیان 3 9 و 10 بنویسید برید بخونید. حکمت گوناگون خدا از طریق کلیسا معلوم میشود. حکمت گوناگون خدا از طریق کلیسا معلوم میشود. حکمت گوناگون خدا از طریق کلیسا معلوم میشود. افسوسیان 3 9 و 10. چیکار باید کنیم؟ شاگرد باید بشیم. پس نجات رو دریافت نکردی هنوز، پیام انجیل رو بشنو. نجات رو دریافت کردی، خدا رو شکر، پیروی کن از عیسی. تعمیدم گرفتی، دیگه باید شاگرد بشی. خدا رو شکر برای کلیسایی که شاگرد سازی میکنه. آیه 17. از این جهت بیفهم مباشید. من خودم گفتم هیچ کس حق نداره کلام خدا رو تفسیر کنه. بیفهم یعنی چی؟ عامیانه امروزش رو میدونیم دیگه، درسته؟ عزیزان دلم لطفا نفهم نباشید. تو چه همتون نگاه میکنم، شما هم به من لطف کنید، به من بگید کلام خدا داره میگه. ما که دور هم جمع شدیم نفهم نباشیم، فهم این کلام رو دریافت کنیم. بفهمیم که اراده خدا در زندگیمون چیه. ایرانی گردن کلفت، نفهم نباش. خب بفهم. برگردیم به مرقس باب 13. بفهمیم واقعا ساعت چند. مرقس باب 13 همونطور که میدونید و کاملا مشخصه، پیام امروز از هر شمشیری که تا حالا دیدین تیزتره و خدا رو شکر برای کلام خدا که رحم به هیچ نفهمی نکرده و از این به بعدم نمیکنه. مرقس باب 13 از همون جایی که شروع کردیم دوباره برگردیمش. مرقس باب 13 کجا رو قراره بخونیم؟ آیه 32 و 33. عیسی داره میگه ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر. عیسی کی اینو گفت؟ 2000 سال پیش. تو چه وضعیتی اینو گفت؟ خدمت جسمانی داشت انجام میداد، خدمت زمینی. هنوز عیسی روی زمین بود که اینو داشت میگفت. یه سریا که میتونم بگم خیلی ها همین یه آیه رو ور میدارن میگن ما که نمیتونیم بفهمیم عیسی کی داره میاد. من کجا میتونم بفهمم عیسی کی داره میاد؟ مطمئنی نمیتونی بفهمی؟ آره آیه دارم براش. چند تا؟ یه دونه. قبلا هم گفتیم دیگه. فرمول ساخت تعلیم غلط اینه: یه آیه بردار برو باش کلیسا بساز. اگه اون آیه این آیه باشه میشه کلیسای نادانان که نمیدونن عیسی کی قرار برگرده. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر. پس برحذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که زمان آن کی می باشد. یعنی بر اساس این آیه هیچ کس نمیتونه بفهمه بازگشت مسیح دقیقاً کیه. اینه که یه موقع آرومتر گفتم که به گوشتون فشار نیاد. غلط. ما میتوانیم بفهمیم. ما توانا به این هستیم که بفهمیم مسیح کی باز میگردد. ما میتوانیم بفهمیم. پس یاسین فکر کنم دیگه داری وارد آبهای خطرناک میشی، چون تو وقتی داری میگی میتونیم بفهمیم، خب بهم بگو ببینم عیسی مسیح کی باز میگردد. این آبها برای من خطرناک نیست، به خاطر اینکه من نمیگم، من بهت میگم. کلام خدا قراره بهمون یاد بده. چی یاد گرفتیم؟ عیسی مسیح گفت که ما نمیدونیم که کی برمیگرده. درسته؟ حالا لطفاً بریم اول تسالونیکی رو باز کنیم. باب 5. اول تسالونیکی باب 5. اما ای
برادران در خصوص وقتها و زمانها چی نوشته؟ احتیاج ندارید که به شما بنویسم. چرا؟ زیرا خود شما به درستی آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زایمان زن حامله را و هرگز رهایی نخواهند یافت. اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید. پس نیازی نیست به ما چیزی بگه، چون ما خودمون میدانیم و میفهمیم، چون همه رو به همون اینجا گفته. حرف اضافه ای نیاز نیست. پس عیسی چرا گفته بود که هیچ کس نمیدونه غیر از پدر؟ چون خدمت زمینی عیسی بود. دیسپنسیشن یاد گرفتیم قبلا، تعلیم دیسپنسیشنال رو دریافت کردیم، دوره شناسی کردیم کتاب مقدس رو. دستمون رو همین اول تسالونیکی باب 5 نگه داریم، بریم مکاشفه باب 1 رو باز کنیم. مکاشفه باب 1 3 آیه اولش رو بخونیم. مکاشفه 1 تا 3. مکاشفه عیسی مسیح، این مال کیه؟ زمانی که عیسی رفته به آسمان، که خدا یعنی کی؟ پدر به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد. دقت کردیم چی شد؟ پدر به پسر مکاشفه داد، پسر به غلامان خود مکاشفه داد. چطور؟ الان میگه و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا. فقط به یوحنا؟ بیاد ادامه بدیم. که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. یعنی خدا از طریق فرشته خودش به یوحنا مکاشفه داد. کدوم مکاشفه؟ مکاشفه‌ای که پدر به عیسی داد، عیسی از طریق فرشته به یوحنا داد و یوحنا دید و نوشت که چی؟ آیه 3 که خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه را در این مکتوب است نگاه می‌دارند، چون که وقت نزدیک است. اینا رو خوندیم؟ فهمیدیم چی شد؟ کی به کی مکاشفه داد؟ پدر به پسر. پسر چیکار کرد؟ از طریق فرشته مکاشفه رو به یوحنا نشون داد. یوحنا چیکار کرد؟ مکاشفه رو به دقت نوشت که چی؟ که ما بخونیم، بفهمیم و نگه داریم این کلام رو. واسه همینه که توی اول تسالونیکی باب 5 از آیه 1 دوباره بخونیم. اما ای برادران در خصوص وقتها و زمانها احتیاجی ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به درستی آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. دزد در شب برای کی؟ برای اونها، نه برای ما. از کجا میدونیم؟ در ادامه توی آیه 4 میگه بهمون اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، زیرا همه شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و تاریکی نیستیم. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم. به خواب نرویم مثل دیگران. ما وضعیتمون مثل دیگران نیست، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا ما باید بیدار و هوشیار باشیم؟ یادمون میاد عیسی به شاگردان خودش گفته بود بیدار و هوشیار باشید تا چی؟ در آزمایش نیفتید. آزمایش داره میاد ها، 7 سال مکافات، تا در آزمایش نیفتید. بیدار و هوشیار باشید و دعا کنید، زیرا این روزها شریر است. نه مثل بیفهمان، نفهمان، جاهلان، بلکه همچون فهیمان. اینا رو خوندیم، درسته؟ زیرا همه شما پسران نور و پسران روز هستید و از شب و تاریکی نیستیم. بنابراین مثل دیگران به بیدار شو، به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب
مست میشوند. اما ما که از روز هستیم هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و کلاه خود امید نجات را بپوشیم. زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه برای کسب نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. چرا خدا ما را نجات داد؟ که بیدار باشیم، که بدونیم. من اوایل که انجیل رو میخوندم، 4 تا انجیل، و عیسی مسیح هی درباره اون دزد در شب میگفت. بعد رساله های عهد جدید رو خوندم، باز دیدم همش داره میگه روز خداوند مثل دزد در شب میآید. میگفتم چرا این مثال رو میزنه؟ دزد در شب یعنی چی؟ چرا؟ خدا که دزد نمیشه. بعد دیدم چرا؟ مثال دقیق و درستی. مگه میشه خدا مثالی بزنه که دقیق و درست نباشه؟ مسیح داره میاد دقیقاً چی رو بدزده؟ عروسش رو اومده بدزده. متوجه شدین؟ عیسی مسیح داره میاد عروسش رو بدزده. و خدا رو شکر برای خدایی که میاد دنبال ما که ما رو ببره از اینجا. پس ما در شب نیستیم که بگیریم بخوابیم. ما باید بیدار باشیم. اینا رو متوجه شدین؟ سادهش کنیم. عیسی گفت بیدار باشید. در این حال گفت شما زمانها رو فعلا نمیدونید. بعد اومدیم جلوتر گفت نیازی نیست به شما بگم، شما خودتون بیدارید. در روز میفهمید من کی برمیگردم. چی شد که از اون به این رسیدیم؟ مکاشفه. وقتی عیسی رفت بالا، مگه نگفت فقط پدر میدونه، حتی فرشته ها هم نمیدونن؟ وقتی عیسی رفت بالا، مکاشفه باب 1 آیه 1 تا 3 رو که خوندیم، پدر به پسر مکاشفه داد، پسر مکاشفه رو از طریق فرشته ها به یوحنا نشون داد. یوحنا نوشت به دقت که ما هم بخونیم و بفهمیم. چی رو بفهمیم؟ که عیسی مسیح کی برمیگرده. درسته؟ کلیساهای عهد جدید رو میشناسیم؟ 7 کلیسای مکاشفه رو چطور میشناسیم؟ غیر از این رساله هایی که تو عهد جدید داریم که هر کدومشون کلیسا هستن، مثل قرنتوس، افسوس، مثل کلیسای کولسیه، مثل کلیسای فیلیپیه. غیر از اینها ما 7 کلیسا در کتاب مکاشفه میخونیم، در باب 2 و 3. ما الان تو دوران کدوم یکی از این 7 کلیسا هستیم؟ کلیسای هفتم. دوران هفتم دوران لاودیکیه است که ما در این دوران هستیم که نه گرمه نه سرد. و عیسی مسیح کلیسای لاودیکیه رو میخواد طف کنه. دوران هفتم. دوران ششم کلیسای فیلادلفیه بود که کلام خدا رو حفظ کرد. حالا اگه یکی بریم قبل ترش میشه کلیسای ساردس. لطفا بریم مکاشفه رو باز کنیم. باب 3. مکاشفه باب 3 از آیه 1 بخونیم. دعا میکنم که ما کلیسای ساردس نباشیم. دعا میکنم لاودیکیه هم نباشیم. ما تو زمان ساردس نیستیم، ولی میتونیم شبیهش باشیم. همونطور که تو زمان لاودیکیه هستیم و چه بهتر که شبیهش نباشیم. ما تو زمان فیلادلفیه نیستیم و باید شبیهش باشیم. تکرار کنم. ما در زمان کلیسای ساردس نیستیم ولی میتونیم شبیهش باشیم. در زمان کلیسای لاودیکیه هستیم ولی نباید شبیهش باشیم. ما در زمان کلیسای فیلادلفیه نیستیم ولی باید شبیهش باشیم. اینا که داریم میخونیم کلیسای ساردسه. زمان ما نیست. دعا میکنم شبیهش نباشیم. و به فرشته کلیسای در ساردس بنویس: این را میگوید او که 7 روح خدا و 7 ستاره را دارد. اعمال تو را میدانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. منظورش از مرده خوابه، خوابیدن روحانی. آیه 2 رو بخونی. بیدار شو. آشنا نیستیم برامون؟ عیسی اینو به شاگردانش گفت. تو عهد جدید خوندیم، در رومیان خوندیم. بیدار شو. بیدار شو و بازمانده را که نزدیک به فنا است
دیگه چیزی نمونده از بین بری، فقط این بازمانده ازت مونده. استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافته. هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافته. دقت کنید، اینو خدا به کلیسا داره میگه ها. اینو خدا به کلیسای خودش داره میگه. یعنی فکر نکنید که چون ما میایم کلیسا دیگه پس کارمون خیلی درسته. خدا اینو به کلیسا داره میگه. نام داری که زنده ای ولی مرده هستی، بیدار شده و بازمانده را که نزدیک به فنا است استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتند. پس به یاد آور چگونه یافته ای و شنیده ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. بیدار شید. انتهای آیه 3 رو با دقت بخونید. زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. یعنی اگر بیدار نباشی مانند دزد خواهم آمد، پس اگر بیدار باشی مانند دزد بر تو نخواهم آمد. اگر بیدار نباشی از وقت آمدن من مطلع نخواهی بود. حالا اگر بیدار باشی چی؟ دعا میکنم واقعا این، من مال چند صد سال قبلم میگن، نمیدونم یه چیز دیگه این روزها میگن، اگه این دوزاریمون افتاده که واقعا خدا رو شکر، اگه هنوز نیافتاده نمیدونم باید دیگه چجوری بفهمیم، چه کار باید بکنیم تا بفهمیم. اگر بیدار نیستی مثل دزد میاد، نخواهی فهمید. حالا اگه بیدار باشی چی؟ مثل دزد نمیاد و تو خواهی فهمید. تو خواهی فهمید. خوندیم اینا رو؟ حالا بریم فیلادلفیه رو هم بخونیم که دعا میکنم شبیه فیلادلفیه باشیم. مکاشفه 3:10 چون که کلام صبر مرا نگاه داشتی، اینو به فیلادلفیه داره میگه، من نیز تو را محفوظ خواهم داشت از ساعت امتحان. این کدوم کلمه است؟ عیسی مسیح به شاگردانش گفت بیدار باشید، دعا کنید تا در امتحان نیفتید، آزمایش نیفتید. این چی میگه؟ چون کلام مرا نگاه داشتی تو را محفوظ میدارم از ساعت امتحان که بر تمام جهان خواهد آمد تا تمامی ساکنین زمین را بیازماید. چه کسی تو این آزمایش نخواهد بود؟ کلیسای بیدار. کلیسای بیدار. میخوای ناراحت بشی؟ ناراحت شو. ازت خواهش میکنم از دست من ناراحت شو. لامصب پاشو از خواب دیگه، بس لنگ ظهره بابا، به چه زبونی دیگه بهت بگم؟ اوی کجا شیرین؟ اویان artık. ترکی بگم خوبه؟ Sleepy cutie, wake up. گیلکی بگم جا میفته دیگه. ویریزده بابا، تمام نکن. باشه، به چه زبونی بگم؟ بیدار شیم از خواب. دعا کنیم خدا به همون ریوایول بده. خدا به همون بیداری روحانی بده. پاشیم از خواب. آیا تو این چند هفته گذشته به خاطر اخبار سورپرایز شدیم؟ اگه شدیم چون خواب بودیم. چون آدم بیدار که میفهمه که کلام خدا بهمون چه درسی داده. این همونه، افسوسیان 3:9-10. حکمت گوناگون خدا از طریق کلیسا. کلام خدا رو بخون، بیدار باش، دعا کن. بیچاره. میگم بیچاره توهین نیست. چاره هم میگی داری. بیچاره وضعیتته. وضعیتمه. بیچاره. خوابالوی خوشگل، زیبای خفته. پاشو. دیگه بس هرچی خوابیدی. لنگ ظهره. خیلی وقته دیگه، دیرمون شده. باید پاشیم این کلام رو شروع کنیم خوندن. اینو حفظ کنیم تا بفهمیم خدا کی داره برمیگرده. ما میتونیم اینو بفهمیم. آیا این کلام خدا هست یا نه؟ اینه که تو دست ماست کلام خدا هست یا نه؟ آیه‌شو خوندیم، دوباره برگردیم. اول تسالونیکی باب 5 از آیه 1 بخونیم. خوندیم ها؟ ولی از اونجایی که ما کلا انسان‌های سر
سختی هستیم. باز کنیم اینو دوباره بخونیم، اول تسالونیکی باب 5. اما ای برادران در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسیم، زیرا خود شما به درستی آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. خب کی؟ زیرا هنگامی که میگویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زایمان زن حامله را و هرگز رهایی نخواهند یافت. اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید. یعنی شما سورپرایز نمیشید. حالا تو هی بگی بخواب، حالا تو هی بگی بخواب، حالا هی پای سریال ترکی و سریال کره‌ای و سریال برزیلی و حالا هی کلیسا رو جدی نگیر. خب ما که میدونیم چه اتفاقی داره میفته و دنیا رو داریم میبینیم و اعلام هم میکنیم. خدمت ما همین، کار دیگه ای هم نداریم. ولی اون مبادا رو یادمون میاد توی مرقس، توی باب 13. باز کنیم بخونیم مرقس باب 13. مبادا رو یادمون میاد. میخوام اینو با این مبادا ببندم. مرقس 13:36 مبادا ناگهان آمده شما را خوابیده یابد. این مبادا زورش چقدره تو زندگی؟ چقدره کلیسا؟ آیه 37 اما آنچه به شما میگویم به همه میگویم، به همه. پستور یاسین این تو هست. تو چی؟ هستی؟ یا خوابی؟ به همه میگویم بیدار باشید. اوی کجا شیرین؟ بیدار شو. سلیپی کیودی بیدار شو. خوشخواب دو عالم بیدار شو. دیگه بس. دعا کنیم برای اینکه بیدار بشیم، برای اینکه بیدار بمونیم. و من دعا میکنم که این پیام، این کاغذی که چاپ شده دادم دستتون، به همتون برخوره. اینو وا کنیم، بخونیم، از خواب بیدار بشیم هممون. خدا رو شکر برای خدایی که آخرشو از اولش میدونست، میدونه و به ما هم گفته. و ما هیچ جایی مهمتر از کلیسا نداریم. قبلا گفتم، بازم میگم، اگر آب خوشی از گلوی هر کسی داره میره پایین، به خاطر وجود کلیساست. میگی چرا؟ به خاطر اینکه در اون دنیایی که ما نمیبینیم آماده‌اند که بیان بجوان این دنیا رو. برید مکاشفه رو بخونید. بلاهایی که در دنیای نادیده آماده است که سر مردم بیاد، برید دربارش بخونید. میدونید مانع همه اینا چیه که اجازه ندارن بیان رو زمین خودنمایی کنن؟ کلیسا. اگه آب خوشی از گلوی هر کی رفته پایین، به خاطر کلیساست. ما اینو میدونیم، از روی این کلام هم اعلام میکنیم. حالا توی فکر کن کلیسا مکان مذهبیه که برن وایب خوب بگیرن. اینجا وایب خوب نداریم، تمام شد. اینجا حکمت گوناگون خدا رو اعلام میکنیم. موضوع هم خیلی 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 جدیه. دعا میکنم این کلام تا زیر پوستمون، نه تا مغز و استخونمون رفته باشه و خواب از سرمون برد. خواب از سرمون برد.